بله بله خب برادر. خلاصه لعنت به عمر و ابوبکر و عثمان و عایشه که کل فساد عزیزان که گوش امروز در کنید. جهان اسلام است از دست امین امروز چند تا اجازه است ملعون عزیز، است. اجازه است علی، اجازه است ما صحبت کنم. بفرمایید برادر بفرمایید. علی جان، ما چند بار در لایف آمدم عزیز دل. ما از اینکه تو لایف بیایی ما مشکل ندارم عزیز. میتونی برادر جانی لایف تا بیایی، میتونی برادر از دین صحبت کنی، ما مشکل به این ندارم. ما چند بارم که در لایف آمدم ما گفتم ما شیعه بودم، فعلا نیستم، نه دین دارم هیچ. صحیح است؟ مگر جان بفرمایید. برادر یک گپ امی یا نیستی در مورد شیعه گوش که اینجا یک لحظه، گوش گپ که نزن عزیز، برادر. لایف خودت نیست. یک لحظه من کار دارم، نه گپ خب اینجا میزنم. اینجا اگر یک ملحد لحظه است برادر، اگر ملحد هستی گوش که عزیز دل، با ما گوش عقاید که جان ملحدی برادر، خود اینجا گپ از تشیع و هزاره نزن. از هزاره گوش که یک امروز دفعه ما مگر مذهبی های گوش که هزاره عزیز از هیچ که هزاره سلطان، نمایندگی مگر میکنیم، هزاره نه فقط مربوط به ملحدین. تو میشه. خب صحیح گپ بزن. مقصد ملحد از ما مردم نه نمایندگی گوش کو کرده نمیتونه. گوش کو، هزاره فقط مربوط به تو میشه که تو شیعه باشی. بعد یعنی چی بله؟ ملحد بودی از ما نیستی، خداحافظ. سنی چی؟ هزاره سنی چی؟ نیو خود دشمن ماست او فهمیدی؟ چی میگی شما؟ چی میگین به خدا؟ یعنی هزاره چی میگی هزاره تو؟ سنی باشه سلطان که بازوی کسی که سنی چی باشه که بازوی میگی دست تو؟ راست ما باشه. گوش ما که با عزیز، بازو گوش رو که میکنیم سلطان، گوش میندازیم کو. دور. چرا اینقدر خون خور هستی نو برادر؟ سنی چی گپ است است؟ چی برادر. شده؟ ما با عقیدهش مشکل چرا؟ داریم. گوش کو عقیدهش سلطان، دشمن یک چیز عقیده ما برات ماست. بگویم. لالا یک چیز عزیز دل، وقتی تو پیروی کسی هستی که حق است، صحیح است؟ اگر او تو را حتی گوش گرفتم، گوش بگم. دستش در خون ما هزاره های اهل تشیع آغشته است. 20 سال پیش دفعه اول که طالبان آمد داخل شهر مزار شریف شد. کسانی که در خط اول طالبان به ضد حزب وحدت جنگ میکرد هزاره های سنی طالع و برفک و 14 غربند بود. فهمید؟ و یعنی اکثر هر چی که جنایات را سنی که است، داخل شهر هر مزار چی که انجام داد سنی است امی دشمن هزاره شماست. های سنی که طالب بود اینمی انجام داد. یعنی اینمی در 20 سلطان سال برادر جمهوریت عزیز، هم هزاره های سنی طالع و برفک اکثرشان طالب است. به صفوف سلطان طالب به عزیز، ضد دولت جنگ سلطان میکرد. برادر، ترانه خوانده. گوش بگر یک دقیقه. یک سوال ترانه لالا، یک خوانده در سوال. زبان فارسی. در ترانه خود ما شیعیان رو گفته اینا رافضی است، اینا واجب القتل است گوش برادر. که عزیز دل، گوش کو. وقتی خودت مثلا خودت وقتی تمام را دشمن خود میدانی، خب پس از دیگرها چی انتظار داری؟ که تو رو دوست داشته باشه؟ سر دشمن خود میبریم که دشمن ما هست برادر. چرا ما باید تماما این دشمنی نمیدانیم. ها باشه؟ سلطان چرا باید این دشمنی ها باشه؟ ما چرا دشمنی نمیشه نکردیم، حل اونا کرد؟ دشمنی کرده. ما خود تا یک هزاره گوش کو سنی را سلطان، نکشتیم. تو گوش بگر. گفتی ما خود پیشتر تا یک از هزاره زبانت سنی را گفتی که نکشتیم. دشمنیم است. اما آن سرت امی عایشه زن پیامبر بود یا نه؟ بله بود، اما کافر. یعنی چی کافر بود؟ یعنی چی؟ شما چی به میگید خاطر اصلا؟ گوش بگر، به خاطر کافر بود که در پیغمبر خدا را اذیت و آزار کرده بود. فهمیدی؟ خودش در و زمان گوش بگر خودش یک وقتی دقیقه، که گوش زنده بگر. بود چرا و عایشه را با کافر امیر نگفته بود؟ المؤمنین قتال کرده، جنگ کرده. ما حدیث داریم از خود پیغمبر که گفته هر کسی که با حضرت علی علیه السلام جنگ کنه مثلی که با ما جنگ کرده، مثلی که با خدا جنگ کرده. کسی که با پیغمبر جنگ کنه آیا در کفر از او شک باقی است؟ کسی که با خدا جنگ کنه آیا در مگر کفر از عایشه او با شک باقی است؟ گوش که لالا، مگر عایشه با بله. پیامبر جنگ کرده؟ با علی جنگ کرده. پیغمبر مگر گفته کسی که با
امیرالمومنین جنگ کنه مثل که با ما جنگ کرده. در کجا گفته میگه؟ آقا سلام علیکم. آقا سلطان عزیز. صحیح بخاری. در آقا کدام جای؟ سلطان عزیز یک سوال یک امیر یک کدام جایش چی میکنی؟ نمیشه که بگوی در بخاری آمده. کدام جای؟ کدام حدیث؟ صدای من میاد؟ آره عزیز. بله. سلام علیکم آقا سلطان. یک دقیقه صبر کن آقای سلطان. آقا سلطان، در هر جایی که جنگ کرده، در جنگ جمل عایشه شرکت کرده، ببین به اجازه کی رفته؟ خداوند امر کرده که زنان پیامبر از خانه‌هایشان بیرون نره. به اجازه کی رفته؟ آقا سلام زنای پیامبر که بیرون بره، یعنی مثلا زنای ما که فعلا امر خداست، بانه و شانه نیا. گوش عزیز دل، گوش کو. امر خدا بوده که زنای پیامبر از خانه بیرون نره. به چی دلیل؟ بله. به چی دلیل؟ خدا امر کرده دیگه. تو به چی دلیل که امر کرده که اگر زن پیامبر است از خانهش نبره بیرون؟ در آیه قرآن است. به چی دلیل؟ دلیل چی است؟ آقای محترم، خب یک دفعه دنبال اوره بستی. آقای بعدش هم میای گوش کن. آقای سلام، آقا سلام، گوش کن یک دقیقه. آقا سلام، تو میگی که سونیا رو بیاین برادرتان بخوانین. برادر نمیشه او تاکتانیست کشته. حالا ما چی رقم برادر بخواین؟ برادر من تا آخره، تا یوم القیامت. یک سوال بسیار ساده. تا یوم القیامت. گوش کن.